خب تا دوستان عزیز و همکاران خوبم میکروفون آقای دکتر شهبخش رو وصل بکنن خدمتتون عرض بکنم که قصدمون اینه که صحبت بکنیم با ایشون در رابطه با زبان و گویش بلوچی و اتفاقی که اخیراً قرار رخ بده، افتخار و اتفاق خوب و میمون که این زبان و گویش به عنوان یک زبان در دانشگاه‌ها بیاد تدریس بشه. ایده این کار پیگیری‌هاش از خدای دکتر شهبخش بزرگوار بود. آقا خیلی خوش آمدید. عرض ادب دارم خدمتتون، بفرمایید. عرض ادب دارم خدمت تمام هموطنانم، هم‌استانی‌های بسیار خوبم، تمام ایرانی‌ها در سراسر جهان به لطف ماهواره که فکر می‌کنم همه دنیا دیگه داره هامون رو می‌بینه. بله، در خدمت شما هستم. خیلی خوش آمدید به برنامه ما و من سال اولم رو از همین نکته شروع می‌کنم. زبان و گویش بلوچی گویا به همت شما، پیگیری‌های شما قرار در دانشگاه‌ها در استان ما به عنوان یک واحد درسی در نظر گرفته بشه، بتونن دانشجوها این درس رو انتخاب بکنن. درسته؟ عرضم به حضورتون این کردیت یا این اعتبار برای تمام بلوچ زبان‌ها و برای تمام ایرانی هاست. بلوچی از مجموع زبان‌های ایرانی است و شاید دست نخوردترین زبان ایرانی که در دوره نو ویژگی‌های باستانی خودش رو در تمامی عرصه‌ها از آوا، معنا و بقیه ویژگی‌های زبانیش رو حفظ کرده. از پدران و مادران بلوچ ما که زیر تیغ آفتاب زندگی کردند و بسیار این آرزوهاشون رو به هر حال جامعه عمل پوشیده نشد در اون زمانها و اکنون به همت بسیاری از شاعرها، ادبا و همین جوانی که اینجا نشسته و امثال این جوانها امروزه ما شاهد هستیم که به هر حال مسئولین به هر حال به این ندا لبیک گفتن. اینجا برمیگرده مگر قرار اعتباری بره برای دکتر بندانی میره. جناب آقای دکتر علیرضا بندانی رئیس دانشگاه سیستان بلوچستان، نمایندگان محترم مجلس، جناب آقای یار محمدی، جناب آقای امینی فرد و سایر همکارانشون از سیستان تا بلوچستان و جالبه برا من حالا وزیر محترم جناب آقای غلامی، معاونشون جناب آقای دکتر شریعتی، جناب آقای دکتر آهنچیان مدیر محترم برنامه‌ریزی آموزشی وزارت و همکاران من در دانشگاه سیستان بلوچستان جناب آقای دکتر برجسته، بهروز برجسته دلفروز، جناب آقای دکتر عباس علی آهنگر، جناب عبدالسلام خان بزرگزاده عزیزم، استادم، سرورم، علی بخش دشتیاری و تعداد زیادی. اسم واقعا یه لیست بلند بالاست، میگم از پدران و مادران ما تا فرزندان ممکنه که از قلم بیفته و تمنا میکنم خواهش سخت باشه. خب خدا خیرتون بده، خیلی متشکرم و از شما و همه عزیزانی که این پیگیری‌های لازم رو داشتن. جناب شهبخش، تولید سریال های با گویش محلی و خاصه حالا گویش و زبان بلوچی چقدر میتونه تأثیر بگذاره در رساندن فرهنگ والای مردم خوب سیستان و بلوچستان؟ قبل از اینکه من در پاسخ به این سال حضرت عالی صحبت بکنم، اجازه بفرمایید که من از بسیاری از بزرگان که با رادیو شروع کردند و چراغ این خانقاه رو، این خانه رو روشن کردند، از مرحوم اشرف سربازی، اشرف الشعرا یادی بکنم، از استادم، استاد همه ما گل محمد صالح‌زهی یادی بکنم، از جناب داوودی، از توقی، از و آخرین شاید و مهمترین مرحوم مولانا عبدالعزیز که همکاری کردند با رادیو اون سالها، از حمل و محگنج و نمایشنامه که اون سالها فکر میکنم اشرف سربازی، مرحوم اشرف سربازی و همکارانشون به هر حال اجرای رادیویی داشتن فکر میکنم. ببینید مجموعه این کارهاست که امروزه رسیده به حالت دیداری. به هر حال زبان نمایندگی میکنه یه فرهنگی رو، هر زبانی میخواد باشه. شما زبان رو به طور انتزاعی نمیتونیم تصور بکنیم، هر زبان نمایندگی از یه فرهنگ میکنه. بنابراین وقتی کارهایی برای زبان بلوچی یا هر زبان دیگه تولید بشه، قطعاً اون فرهنگ رو در جهت پیشرفت شناسوندنش، تولیداتی که در واقع اتفاق میفته بهتر نمایندگی میکنن این سریال ها، این برنامه ها و فکر میکنم مارکت رو حتی ما اگر یه نگاه در واقع اقتصادی هم به قضیه داشته باشیم، ببینید ما 40 میلیون بلوچ داریم در سراسر دنیا، بیش از 40 میلیون در سراسر دنیا، همه خاستگاهشون ایرانه.
درست. همه این بلوچ ها خاصگاهشون ایران هست، زبانشون ایرانیه. خب این سریال هایی که در ایران تولید میشه این فرهنگ رو و اون آدم های بلوچ زبان رو و کسانی که به بلوچ ها علاقه‌مندن در واقع متوجه مام میهن خواهد کرد، متوجه زاهدان، ایرانشهر، زابل و نهایتاً تهران خواهد کرد و اینها به عنوان سفیران مجانی برای مملکت عزیزمون در خواهد اومد و من خوشحالم که این سریال ها میتونه در واقع بیشتر تولید بشه. ببینید شما توی دنیا سریال هایی هست شاید بیش از 50 سال داره این سریال ها تولید میشه. نمونهش ایستندرز BBC داره تولید میکنه. در واقع عوامل همونجا زندگی میکنند، هفته 5 روز برنامه دارن و مناسبت ها به همون صورت، یعنی کاملا دارن زندگی، هم پیر میشن، ازدواج میکنند، از هم جدا میشن و نمیدونم بقیه موارد خوب و بد زندگی مردم لندن رو نشون میده. چه ایرادی داره ما در این استان در این کشوری هم چیزایی رو داشته باشیم؟ یه اتفاق خیلی خوبی هم که جناب دکتر شهربخش رخ داد در این سریال اینه که وقتی تهیه کنندگان و عوامل ضمن احترام به همه عزیزان در سراسر ایران میان به صورت غیر بومی به تهیه سریال میپردازن یا فیلم میان میسازن، چهره خاصی رو از سیستان و بلوچستان به تصویر میکشن. همیشه ما دیدیم درگیری ها، نمیدونم اشرار و حتی قاچاق مواد مخدر و میاد این چهره از استان ما نمایش داده میشه، حالا یا با لباس بلوچی یا لباس سیستانی یا با گویش بلوچی یا با گویش سیستانی. ساخت این نوع سریال ها به همت نویسندگان خوبی مثل آقای ساویز عزیز که قلم خود این استان هست قطعا میتونه جوابگوی اون تخریب هایی که نسبت به سیستان و بلوچستان شکل میگیره باشه. درسته؟ کاملا موافقم. ببینید دوستان، مافیا نه قوم دارد، نه قبیله داره، نه ملت داره. خب قطعا مافیا میتونه هر کسی باشه، ولی قطعا بلوچ هم نیست، ایرانی هم نیست، سیستانی هم نیست، بیرجندی هم، خراسانی، اصلا اینها نیستن. اینا مردمن با تمام ویژگی هایی که مردم دارن. آقایونی که به هر حال این لباس رو یا لباس های مثل این لباس تنها بلوچی نیست، لباس شرق فلات ایرانه. درسته. شما خراسان هم برید همین لباسه. بله. شما برید تا سندم برید همینه، تا هندم برید همینه، حالا افغانستان هم همینه. تازه همه اونها قوم و خویشای ما هستن. سریال های این چنینی نه تنها ما رو با هم نزدیک میکنه، ما رو شناختون نسبت به هم دیگه در داخل مرزهای متعارف ایران نزدیک میکنه، بلکه ما رو با بقیه اقواممون که امروز خارج از مرزها هستن نزدیک میکنه. اونها از ما شناخت بهتر و بیشتری به هر حال به دست خواهند آورد. خیلی متشکرم. ما بریم یه بخش فکر کنم باید ببینیم و بعد ان شاءالله برگردیم باز گپ و گفتمون رو ادامه میدیم، هم با آقای ساویز عزیز هم با دکتر شهربخش بزرگوار. لیچ پیچش کنه شما با سرچی رو کنم. अच्छा बरे अरे जाकाराती सर ची واسه درد کنه. شنبه رو فاکیم به سارو سوته. خب 10 بار ما زنگ زد بیاید. ولی اینجا که تو باشه شنبه اینجا به صدونه زانت هنه. بلا شنبه شی بار دیگه چی بیستی؟ زار دوست اوده دل بشودیته. ما شی زاماسی تو پشیمان وارد. تیپ دوزه نه اینا جالا کادی منی دیگه اپا باور کرد چی؟ که؟ من شفی شنبل به قانون دادگاه پاسدار نیلو من هم ده جوستانی کردم دستا کاشی علامت رو گوشون او بازک او ترپت کنگ لوٹه خط بله پورتید نه منی پی نه هو نه بدل هو نه میشومی محال و معدی همی حامیه نکلی اگه حامیه ها گرزه انبل تو هیچ پریشان مبه برو کار کانتی مقصد زار نہیں تو بیکاره زار ریما زار تو بشه بابا بلاب زیرگ نبی چه من لعب درد و من تو چه کنه؟ سلام مشتا من دامپیو باور کن بله نه پارتی بازه چی؟ دیمی هفته چوکانی سیره چی بری بده چی؟ هرچی تو بگوشه امایه رستگاه ما هنچین جاهی نه پدا نه دیم رای رستگاه من هنچ جای
رستگامن هنچ جایی نه پدا نه دیمارا. بله ما چون فرصتمون خیلی کمه من اینجا عذرخواهی و خداحافظی من جناب دکتر شهربخش عزیز بکنم، چون از جمع ما جدا شدن و ما میخوایم بیشتر در خدمت عوامل خوب سریال باشیم. تدوینگر خوب این سریال دستیار کارگردان